هیچ کس نمیتونه جلوی آدمی رو بگیره که یک ذهنیت سالم داره و هیچ کس هم نمیتونه به داد اون آدمی برسه که ذهنیت نادرستی داره. یعنی من اون موقعی که تو موقعیت بدی بودم، یعنی توی بچگیام توی شهرستان بزرگ شدم، توی خانواده معمولی بزرگ شدم و چیزایی که میخواستم خیلی بزرگتر از جایی بود که با خودم میگفتم اینجا جایی نیست که این چیزایی که میخوام رو بهم بتونه بده، باید بتونم برم. و خب برای خودم آسیبای خودم هم داشتم و وقتی که کسی رو میدیدم اون موقع که تو جایگاه موفقیت وایستاده و میگه که میتونی برسی به چیزی که میخوای، من میگفتم اگه این تونسته پس منم میتونم. ولی متاسفانه اونایی که ذهنیت نادرست دارن، هر چقدر آدما بیان بگن تو میتونی و میشه، دنبال یه دلیلی تو میگرده توی حرفای تو که بگه نه، تو اگر تونستی به این دلیل بوده، به اون دلیل بوده، من نمیتونم. پس اگه ذهنیت من ستاپ شده باشه روی نشدنها، اون بیرونم نمیشه برام، هیچ اتفاقی نمیفته. اینجا مهمه چی میگذره.